یک بار دیگه تا دسته در طبیعت فرو می‌رویم. قلمرو میمون‌های دماغ شخمی که دماغ آنها از بغل به زیر بغل شباهت دارد. بی پدر دماغ شخمی تا ما را می‌بیند جوگیر شده و مانند پلشت‌ها خود را به آب می‌اندازد. در این هنگام کروکودیل شل ناموس متوجه خریت دماغ شخمی می شود. همسرش که به تازگی دماغش را با سنگ فرز جراحی کرده است از ترس زبانش بند آمده و مانند ابوالهول نظاره‌گر ماجراست. در چشمان دماغ شخمی گو خوردن خاصی موج می زند. چیزی تا به چخ رفتن دماغ شخمی باقی نمانده است، اما با خوششانسی تمام نجات پیدا کرده و در ماه تحتش عروسی رخ میدهد. ای بابا اینم شانس مایم.